ما خو امروز میگم پسترین زمانه همین زمانه اروپاست. رقص باشد، سرود باشد، موسیقی باشد. زندگی حیوانی، زندگی مال است. وجه از وجوه انسانیت به او مردم دیده نمیشه. خود مشاهده میکنه، فیلم ها را میبینه، تلویزیون ها را میبینه. جوان استاد میشه در سر راه، دختر بغل میکنم، و چه گلش نوس نمیشه، لبایش میچوشه، مخلوق تیر میشه. هیچ گپی نیست. زن نوچ است، بجز است فقط عضو مخصوص و شرمگاه مخصوص. یک کمی پردگک داره، خیر و خلاص. چطور تو مسلمان وجدانت قبول میکنه، غیرتت قبول میکنه که همچو فرهنگ ای حیوانات وحش را به ای وطن عزیزت بیاری؟